یه نکته دیگه که من چندین جا دیدم و متاسفانه میگم بنده خدا میدونه چقدر عباداتش هم اینجوری باطل شده. تو رساله ها یه جمله‌ای نوشته که غسل جنابت مستحب است. تو رساله این عبارت هست. این استحباب به معنا نیست که شما مثلا رفتی یه دوش بگیرید نیت کنی بگی من غسل جنابتی هم میکنم قربتا الله بعدم بی وایسی نماز. نه خیر. یعنی وقتی که حالت جنابت به وجود آمد این غسل به خودی خودش مستحبه. وقتی انسان جنوب میشه بره غسل بکنه، ولی برای نماز باید غسل داشته باشی. غسل جنابت بعد از وقوع و حصول جنابت به وجود میاد، ولی کسی که جنوب نشده غسل جنابت هم بکنه باطل. من کسی رو دیدم گفت که بله ما هر موقع حمام هم میریم نیت میکنیم غسل جنابتی هم میکنیم دیگه راحتیم دیگه، تا مثلا صبح میریم یه دوشی میگیریم تا مثلا نماز صبح رو میخونیم نماز ظهر عصر رو میخونیم بدون جنابت. بنده خدا باطله این نماز تو، باطله، وضو نداری، طهارت نداری.